خدمت دوستان عزیز، روی کمپرسور یه فلشی هست. حالا بعضی کمپرسورها دارن. این کمپرسور لوله ساکشن نشون میده. خب طبیعتا یکی از ساکشن‌ها، از دوتا ساکشنی که هر کمپرسوری داره، مال شارژمونه، شیر سرویسمونه، یکی دیگه مون مال مکشه. الان میخوایم ببینیم چرا فلش زده، ما چرا باید ساکشن به اینجا بزنیم. نگاه کنید پشت همون لوله یه دونه حالت قیف مانند داره که مستقیم گاز سکشن شده مونو میبره سر سرسیلندر یا سیلندر. نگاه کنید. حالا ما اگه از اینجا ساکشنمون رو بذاریم چه اتفاقی میفته؟ بازم مکش از اینجا انجام میشه ولی ضعیفتر انجام میشه. گاز بیشتری توی محیط جمع میشه. نگاه کنید. گاز از اینجا مکش میشه توی پوسته، دوباره از اینجا باید مکش بشه میره داخل. پس این نوع ساکشن کردن باعث میشه که کمپرسور خیلی راحت‌تر ساکشن کنه، گاز مستقیم بره سر سیلندر، هم خنک کنه، همین که مستقیم مکش قوی تر میشه اصطلاحاً، ولی مکش از اینجا ضعیفتره. این فرقش. این هم که برای این دیسچارجمون هم که مستقیم میره سر جا خودش. اینو گرفتم گفتم شاید جالب باشه براتون.